در ادامه سفر سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گذشت تکنیکا و تجهیزات و ماشین‌های زیرپوش جنگی را در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نظارت کردند. در این گذشت نامگوی زیادی ماشین‌های زیرپوش جنگی معاصر به نمایش گذاشته شد. حرکت واسطه‌های نقلیات توسط قیده‌های شرطی خط سرحدی دولتی صورت گرفت. طور معلوم گردید در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه ساختارهای حربی از جمله قشون‌های سرحدی مملکت و جزء تام‌های آن با تکنیک و تجهیزات ضروری زمانوی تامین گردیده قوه مدافعوی نیروهای مرزبانی تحکیم یافته است و این ساختار به مکتب پراقتدار شجاعت و مردانگی مبدل گردیده است.